علیکم و رحمت الله. این وعده خداونده که ای 7-8 دعا یک دعاش قبول است. در حق همدیگر دعا کنین. اللهم اغفر لی و لوالدی و الاستاذ و لجمیع المؤمنات و المسلمین و المسلمات. برادرای عزیز، همتون را تشکر میگم. برادرایی که از خانه خدا ما رو دعا دادستین، هزار رحمت. ما ای شما میندارم. ما هم در حق شما دعا گوییم. ما در حق همه مسلمانان دعا گوییم. شما ما خانه خدا در حق همه ما مردم تاجیک، مردم فارزبان، مردم مسلمان دعاگو باشید. سربلند باشید. کسانی که ما رو دعا دادن ما تشکر میگیم. اینا یک جای تماشا میکنیم. این خزینه میمونم. این مقصد برادرایی که دعا دادن هم شب میمونم. مرحمت تماشا کنید. باقی سربلند و خانواد باشید. خداوند بزرگ هر یک کسی که آرزو داره خانه خدا را خداوند نصیب و روزیش بگردونه. خانه خدا را زیارت بره. سربلند و خانواد باشید. دوستان سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خانه خدا را طواف کرده هستم. دعا میکنیم که روز میسر بگردیم. خانه خدا را زیارت کنیم. آمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز سخاوتمند تاجیک آباد شهر دوست، از نزد خانه خدا به همه شما دعا و سلام فرستانم و دعاگویان هستم که خداوند تقوا را رفیق شما گرداند و این تقوا سبب آن شود که خداوند از همه پرابلم ها شما را نجات و از جای رزق دهد برای شما که شما بخبر باشید. خداوند رزق حلالی پربرکت برای شما و اهل بیت شما و اون عمل هایی که انجام میده ایستاده خداوند تعالی در نامه عمل شما مکافات زیاد و مکافات شما جنت باشد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم. اخی دوستم رو حاجی دوستم رو شما سوزن خوبی نکردم. دعا میکنم که خداوند باز دوباره به همین خانه خدا شما را نصیب گردانه. خدا جون صبح سلامت بیارتون و به همین مکه مدینه خداوند در این بخیر. ابا دعا میکنم که باز بر وقت بیاین. الله اکبر. خیلی دوستان عزیز، اینجا هر یکی ما و شما میدونیم این همون جایی هست که پیغمبرمون محمد صلی الله و آله و سلم در همین درون همین غار جای گرفته بود. دعای اقرا در همینجا نازل شدگی. اقرا 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 یعنی بخون بخون بخون. یعنی یک جای میریم تماشا میکنیم میبینیم برادر رفتیم. اینا برادرای عزیز بینین که ای تمام روی دنیا مسلمان ها در اینجا سرجمشان همه مسلمان های همه نمود ملت هست. به قول رسول همه نمود ناتسیه هست. باقی سربلند و خانواد باشید.